شرایط جدید اخذ گواهینامه برای اتباع مهاجرین و اطلاع کلیه مهاجرین و اتباع مقیم مشهد می‌رسد که از این پس تمامی افراد بالای 18 سال که دارای یکی از مدارک زیر باشند می‌توانند جهت اخذ گواهینامه رانندگی اقدام نمایند. کارت آمایش مرحله 18، گذرنامه اقامتی معتبر، گذرنامه خانواری که تمدید سال 1404 را دارا باشد. برای ثبت نام ارائه مدارک زیر الزامی است: 1. اصل کارت آمایش به همراه یک نسخه کپی رنگی از کارت برای دارندگان کارت آمایش. 2. گذرنامه سفید یا برگه تایید هویت موسوم به برگه آبی برای دارندگان کارت آمایش. جهت دریافت این مدرک باید به قنسولگری افغانستان مراجعه فرمایید. توجه: گذرنامه یا برگه تایید هویت میبایست دارای شناسه فراگیر 16 رقمی صادره از اداره گذرنامه باشد. 3. اصل گذرنامه معتبر برای دارندگان گذرنامه اقامتی و خانواری. 4. جواب انگشت‌نگاری. جهت انجام انگشت‌نگاری به خیابان دستقیب بین دستقیب 4 و 6 مراجعه نمایید. 5. یک قطعه عکس جدید رنگی در سایز 3x4. 6. در صورت تعهل ارائه مدارک قانونی اقامتی همسر و مدارک ازدواج الزامی است. این مدارک میتواند شامل اسناد شرعی، مدارک قنسولی، عقدنامه رسمی و موارد مشابه باشد.